تو دنیای امروز که خیلی‌ها برای تولید محتوا زندگی میکنن نه برای تجربه کردن، لحظه خوبی که پیش میاد قبل از اینکه حسش کنن، دوربین رو روشن میکنن و جوری به هر دری میزنن که عکس بگیرن، انگار بدون سند تصویری اصلاً اون اتفاق وجود نداشته. وقتی میرن بیرون، اولین دغدغه‌شون اینه نور خوبه، بک قشنگه، این لیوان کافی شاپ استوری پسند هست. خیلی‌ها حتی خوشی واقعی رو قربانی پست قابل قبول میکنن. به جای اینکه بخندن ژست میگیرن، جای اینکه خوش بگذرونن ضبط میکنن، به جای اینکه زندگی کنن اجرا میکنن و ممکنه بگن هیچی خوشحالم نمیکنه، چون گاهی جای زندگی کردن داریم کارگردانی میکنیم. اما از اون ور ممکنه افرادی اطرافتون باشن کم صدا، آروم، همونایی که گوشی تو دستشون مدام نمیلرزه تا عکس بگیرن و پست کنن، کم کم دارن نایاب میشن. وقتی با یکی از این آدم‌ها میریم بیرون، میبینیم چقدر تجربهش فرق داره. نه دنبال نوره، نه دنبال یک کافی شاپ که عکس توش خوشگل بشه. اون کاری رو میکنه که قرار بود زندگی کردن واقعی همون باشه. آدم‌هایی که وارد این بازی نمایش نمیشن، انگار واقعی ترن. به عکس گذاشتن کمتر علاقه دارن. لحظه به لحظه زندگی خودشون رو گزارش نمیدن. نه اینکه چون چیزی ندارن، چون ظاهرا نیازی نمیبینن. روانشناسی میگه این انتخاب اتفاقی نیست. چیزهای زیادی درباره اعتماد به نفس، طرز فکر و هوش هیجانیشون نشون میده. حالا بریم با هم بررسی کنیم ببینیم دنیای روانشناسی در مورد اینجور افراد چی میگه. 1. ترجیح حریم خصوصی به محبوبیت. روانشناسی میگه افرادی که خیلی کم عکس میذارن یا بعضی وقتا هم اصلاً عکسی پست نمیکنن، معمولاً گرایش بالایی به حفظ حریم خصوصیشون دارن. ضد اجتماعی نیستن، فقط از فضای ذهنی خودشون محافظت میکنن. وقتی خیلی ها دنبال تایید گرفتن هستن، این افراد به خود تاییدی تکیه میکنن. 2. خودآگاهی قوی. تحقیقات درباره وضوح خودپنداره نشون میده آدمایی که کمتر از خودشون چیزی به اشتراک میذارن معمولاً شناخت قوی‌تری از خودشون دارن. به خاطر همین کمتر دنبال ترندها هستن و انگار خوشحالیشون وابسته به واکنش از بیرون نیست، به نوعی از درونشون میاد. 3. امنیت هیجانی. کم پست گذاشتن اغلب با عزت نفس ایمن مرتبطه. روانشناسی میگه آدم‌هایی با این تعادل عزت نفس معمولاً کمتر اضطراب میگیرن، کمتر دنبال تایید میگردن و بیشتر روی هدفهای خودشون تمرکز دارن. 4. فهم واقعیت جعلی دنیای دیجیتال. شاید اون افراد متوجه شدن که شبکه‌های اجتماعی چقدر راحت میتونن واقعیت رو تحریف کنن. روانشناسی به این میگه نظریه مقایسه اجتماعی. در واقع جایی که آدم‌ها مدام ارزش خودشون رو با بهترین لحظات دیگران میسنجن، اونا کم سر و صدا از این چرخه مقایسه نمایش میان بیرون و در واقع به نوعی از خودشون محافظت میکنن. اونا آرامش رو انتخاب میکنن، نه اجرا کردن. حالا اگه دفعه بعد دیدی کسی عکس پست نمیکنه، فکر نکنیم خجالتی یا ضد اجتماعیه یا محتوایی نداره که پست کنه. شاید بشه گفت اونا برای دیده شدن نیازی به دیده شدن ندارن.